خب دو تا تابلو میخوام بهتون نشون بدم، خیلی اینا زیباییه. این تابلو نوشته هاش همه برجسته است، اینا همه با چوبه، حتی این طراحیش هم اینم یه مقدار برجسته. این نصف روز وقت منو گرفت، کار بسیار زیبا. یکی دیگه هم هست حتی، این هم که وسایلشه. این کار دیگه هم این هم هست، رونمایی از کار بعدی. خیلی قشنگه. این هم اگه ببینید، این هم برجسته چهره. حالا به نظر شما این کار قشنگ تره یا این یکی، یا این نوشته؟ این هم که خالق اثر. منتظر نظرات شما هست.